آزمون بین‌المللی زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی آنکارا که نمایندگی بنیاد سعدی وابسته به رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه آن را میزبانی می‌کند. علاقه‌مندان به یادگیری زبان و ادبیات فارسی از ترکیه و چند کشور جهان برای دریافت مدرک و تعیین سطح در آزمون زبان فارسی بنیاد سعدی نمایندگی ترکیه شرکت کردند. ایران یک کشور همسایه ما است و فرهنگ ایران و ادبیات ایران خیلی مهم است. من ایران 3 بار سفر کردم و امام رضا مشهد زیارت کردم. زبان فارسی زمان دومین زبان اسلام است. برای بهتر تاریخ و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی میشناسم. برای این فارسی را یاد میگیرم. شما نظرتون چیه؟ سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با حضور در جلسه امتحانی فارسی آموزان از نزدیک در جریان نحوه آموزش و سطح یادگیری در مرکز آموزش زبان فارسی ایران قرار گرفت. حدود 200 نفر از علاقه‌مندان و به حال کسانی که زبان فارسی رو دارن اینجا یاد میگیرن در این المپیاد شرکت کردند. به دلیل اون سابقه تمدنی و فرهنگی که بین ایران و ترکیه هستش، اینجا یکی از پرتعدادترین دانشجویان زبان فارسی رو ما داریم. امسال بیش از 700 نفر زبان فارسی دانشجو داشتیم در ترکیه. حدود 9 مرکز آکادمیک زبان فارسی، آموزش زبان فارسی در ترکیه داریم و خود این مرکز آموزش زبان فارسی هم که وابسته به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سعدی هستش، نقش مهمی در توسعه زبان فارسی داره. اقبال به یادگیری زبان فارسی در ترکیه تنها به نمایندگی‌های ایرانی خلاصه نشده و ادبیات فارسی به عنوان زبانی مهم و کاربردی در سطح مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های این کشور نیز علاقه‌مندان زیادی دارد. علاقه‌مندان به یادگیری زبان فارسی از 5 کشور و 9 شهر مختلف ترکیه در این آزمون شرکت دارند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.